تاجک که بوی پیسه میگه که شیطان همین تو گفتی اگه اون چی میگن جن بسم الله کنی یک مثال ما شما داریم همین تو گم میشه خدا حاضر شاید است. ما با براتون گفتم که در این شهر که ما هستیم افتخار دیمی رو دارم که من در مسجد میرم اینمی جنیمی وطنای پشتون ما در ظرف 2-3 سال یکی از بزرگترین مساجد نیمیان دارن میخرن ایجاد میکنن زحمت کشیدن اما پایین ترین کارگرش 200 یورو داده در لیست ببینین پایین ترین کارگرش 200 یورو داده کسی که درآمدش بالاش 1000 یورو داده توی تاجک می شوار میتی با نالش هم میکنی والا طالب کشت والا طالبی تو میکنه والا طالبی تو میکنه خوبت میکنه برادر وقتی که چات میشه خوبت میکنم میگم طالب که تاجک بیدار نکنه تاجک دیگه کس بیدار کرده نمیتونه اونمو زدن طالب اونمو توتی طالب در فقط بخوره که تو بیدار شی تو بفهمی که یک منچن فطیر است تا که شما لط نخورید تا که شما تعبید نشین تا که زمینتان نگیرن تا که دروازه تا نشکنن درون خانه دادن دهن دادن تو بیدار نمیشی نه روز قدرت گرفتن در قدرت هستن یا همه از اینا کسایی هستن که زحمت کشیدن برادر به زحمتی رو به دست آوردن تو زحمت نمیکشی میگی که از آسمان بر من پایین شود زحمت نکشی چیز رو به دست نمیری برادر خب بالاخره صحبت های من